بیاین با من برای اولین بار کریبیان فود بخوریم. این اولین باریه که من کریبیان فود دارم میخورم. اسمش جرک چیکنه با برنج سفید با سالاد کلم و گریوی که مثلا آب مرغشه. خب چقدر خوشمزه است، خیلی خوبه. مثل یه مرغ تند جنوبی مانند با برنج سفیده. ذائقه ما خیلی میخوره با این کلسا سالاد کلم. خیلی خوبه. اینم باید بریزی روی برنجش. اینجوریه. من با این بخورم. این برنج گوجه‌ای شد. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. خانومه توی رستوران یه ذره عینام بهم داد. گفتش پلنتینه بین گفت مزه موز میده. بریم با هم ببینیم که این چه مزه‌ایه. خوشمزه است. عجیبه. دوباره میخورمش. نه اشتباه کنم.